گامی برداریم سوی فردا تا برسیم به آشیان مهر. همین جمهوری تاجیکستان و اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان شما را به افتخار تجلیل جشن کسبی روز مطبوعات تاجیک تبریک و تهنیت گفته در راه ایجاد کلک سبز شما را روی صفحه سفید سازنده و ارزنده آرزو می‌نمایند. دولت‌های کشور سهم مناسب دارند و دایر به هر یک مسئله روزمره بی‌طرف نیستند. آگاهی جامعه و تشکل دادن افکار سالم جامعه است. باید نوشتن را و گفتن را نشاید. من باوری کامل دارم که اهل قلم تمام روزنامه‌نگاران بلند برداشتن فرهنگ سیاسی جامعه می‌باید هم سهم مناسب دست تیمیروف توشمن تیمیروف توشمن سرمحریر روزنامه دوستلیک ناحیه قرغان‌تپه. نورماتوف فخردین خبرنگار اداره برنامه‌های اطلاعاتی تلویزیونی تاجیکستان. کریمова ایرینا معلمه زبان و ادبیات روسی پرزیدنت اکادمی تحصیلات تاجیکستان. امینوف پرویز محرر اداره اطلاعاتی مؤسسه دولتی جهان‌نما. اسماعیل سبزعلی محرر پرزیدنت اداره برنامه‌های موسیقی رادیوی تاجیکستان. تشکر است. تلویزیون تاجیکستان، مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه، مؤسسه دولتی تلویزیون جهان‌نما، مؤسسه دولتی تلویزیون بهارستان، رادیوی تاجیکستان، مؤسسه دولتی تلویزیون جهان‌نما.